مردمی تاجیکستان باید همه وقت زیر ملامات و مسخره و دیگر همین مردم بمونن، تحقیر بشوند، مثل غلام استفادهشون ببرن و اینو در هیچ جای حق ندارن که از صدای خود بلند کنن. ببینید شما یاد دارین اگر که نگاه کرده باشه وزیر کارهای داخلی روسیه نورگالیف، اینش نه اون نورگالیف پیشترکی بود، در یکی از سخنرانی هاش چنین گفته بود اگر هر جایی که پلیس طرف شما دست برداشت جوابش بدین. من یادم است عیناً همین گونه گفت. وقتی که زیاد مردم اظهار ناراضگی کردند که پلیس دست میبردارد، دغلانه رفتار میکند، گفت چگونه که با شما رفتار میکند پلیس همون گونه رفتار کنید. اگر که رفتارش خوب است خوب باشین، اگر که جایی که رفتاری بد میکنن با اونا بد باشین، دست میبردارن جوابش همین گونه گفت. همین بود. ما با شما چند وقت پیش مشاهده کردیم، شاهد اون شدیم که در یک مترو یک هموطن ما، یک جوان پسر، یک پلیس خب دیگر بگیم که زیر مشت لغت قرار داد. من چی گفتنی هستم؟ در اول اینا گفتنی هستم که هموطنا، نفرهایی که در روسیه قرار دارید، مهاجر هستید، شما درک کنین، باید بفهمین که اون خانه شما نیست و هیچ وقت خانه شما بودن نمیتوند. هیچ وقت. کرامت شریپوف تقریبا 30 سال شهروند روسیه بود. عزت امان از 10 سال بیشتر، مقصود ابراهیم همین گونه، رحمت جان همین گونه، هزارها نفرهای دیگر همین گونه. اون خانه شما بودن نمیتوند هیچ وقت و هیچ وقت. من وقتی که مقصود ابراهیموف ربوده شد من داشتم یک چنین صحبت تند با آنها داشتم. وقتی که طلب کردیم که برادر ما پیدا بشود، من یک صحبت تند با آنها داشتم و گفتم که مقصود شهروند شما بود، اما مثل پسر اوگای است برای شما. میدونیم برای چی؟ به خاطر که نامش مقصود است. من اینجا در فیسبوک من نویسندگی هستم. اون برای چی پسر اوگای است و هیچ وقت شهروندی یعنی که حقانی برای شما حساب نمیشه؟ چون که نامش ایوان نیست، نامش پتیا نیست، نمیدونم نامش ویتیا نیست، نام اون مقصود است. نام اینها عزت است، نامشون کرامت است، نامشون رحمت جان است. اینها ایوان، پتیا، نمیدونم مکس یا که کدام دیگر نیستن. اینها هیچ وقت شهروند حقانی برای شما حساب نمیشوند. هیچ وقت و هیچ وقت. به همین خاطر مردمی که در روسیه قرار دارین درک کنین، این چیزا بفهمین. هیچ وقت اونجا خانه شما بودن نمیتونن. هرگز و هرگز. هرگز و هرگز. و به هر حال منظورم چی است از این گفته ها؟ وقتی که میرین کوشش کنین که قانونهای اونجا را پایمال نکنین. کوشش کنین. احتیاط باشین. خیلی احتیاط کنین. و اون نفری که بالای روسیه دست برداشت یا که پاچه برداشت، من برای اون احسن میگم، برای جسارتش. من احسن برای جسارتش میگم. اما برای اون کاری که کردش اون کار انجام ندید. یعنی از لحاظ قانونی بگید این کار انجام ندید. درست نیست. ما و شما درک میکنیم، ما و شما میفهمیم که پلیس وقتی که نزد یک شهروندی ترکیه، امریکا، ایتالیا، خب نمیدونم حتی قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس دیگر جا بیاد بپرسه که شهروندی کجا است، رفتارش دیگر است، حرف زدنش دیگر است. یعنی که خودشونه خب هیچ که نمیشه یک انسان بگیم رفتار میکنن میبینه. اما وقتی که نزد شهروندی تاجیکستان میاد اون پلیس و میفهمه که شهروندی تاجیکستان است، خب مثل که یک گربه در حال به یک شیر تبدیل میابه. همین گونه است. در حال باید که اگریسیون خودش نشان بدن. من چگونه ایرا کوشش کنم تحقیر کردن، یک نفرت دارن. همون نفرت شد یعنی که بالا میاد در حال و فکر دیگر شد که من چگونه از این یک مبلغی بکنم برای خود. چیزا میدونید. به همین خاطر اون چیزی که شما را در زمین میخوابونن، دستاتون را پشت میکنن و دیگرهای تحقیرآمیز میکنن، بله
در همین جا ما این هموطن خودمون میگیم که بهترین کار کرد، این ضربه را از نام تمام مظلومین، تمام مظلوم، مردم مظلوم، من مردم مبارز مظلوم حساب نمیکنم، من مظلوم نفری را حساب میکنم که امکانیت مبارزه بردن ندارد، ضعیف است یا خود ضعیف حساب میکند. خب اون نفر را من مظلوم حساب میکنم. یا یک نفری هست که ندارد چاره مبارزه بردن، در زندان قرار دارد، ندارد، اینها مظلوم هستند. من هیچ مردم امروزه مبارزه مظلوم گفته نمیتونم. مظلوم نفرهایی هستند که خاموش هستند. ضربه اون جوان پسر از نام تمام مظلومان بود و من میگم احسن برای اون جوان پسر، احسن به هر کسی که او را چنین تربیت داده است که برای برادرت همین گونه جانبازی بکن. احسن. ما و شما در کدام وقت میتونیم که سربلند بشیم؟ من مطمئن هستم که دیگر چندین پلیسا وقتی که یک نفر، یک شهروند تاجیکستان در روی فرش میخوابونن، اون هم در بگیم یک نمایش در نزد کل مردم، براشون گپی نیست، و چنین تحقیر میکنن، از این بعد هر یک پلیس انتظار اون است که از کجا شاید یک برادری همین نفر پیدا می شود باز در روی من شتای میزند. گرچند که کار دیگر ما انجام هم نتیم، یعنی تکرار هم نکنیم، اون پلیس ها همه وقت دیگر این طرف اون طرف رو نگاه میکنن. وقتی که شما جانبازی میکنین چون این کار انجام میدین، هیچ وقت نگذارید که شما را تحقیر کنن، هیچ وقت. من براتون یک شاید کم طولانی بشود، براتون یک چیز نقل میکنم از یک قصه هست در یکی از کتاب ها خوندم. اگر اشتباه نکنم در اینگوشت یا شدگی است این کار. وقتی که شب میآیند دارن که چنین عملیات های مخصوص دارن، خانه کسی وارد میشوند، همین گونه وارد میشوند یک خانه، مردم روس ها هستند، منظورم از امنیتی روس ها وارد میشوند، پدر و پسر را بیرون میکنن، خانه را خواب دیگر تکرو میکنن، همه را میکابن و هیچ چیزی نمیابن. هیچ چیزی که نمیابن میخوان خب ککتا، یعنی که همون اگریسیای خودشونه نشون بدن، خودشونه آرام بکنن. میدونن که مردم غرور دارد، باز مردم اون منطقه همون پسر را میگن که نزد ما بزانو بزن، همین گونه طلب میکنن که بزانو بزن. اون پسر رد میکند و اینها در اینجا یعنی که یراق را طرفش میگردونن، میگن که بزانو میزن یا که ما تو را حاضر میپرونیم. و چون این حادثه هم شده است و پدر پسر با پسرش میگه که بزانو بزن. پسر حیران میشود چگونه یک پدری که مرا همه وقت از جوانمردی درس میداد، تعلیم میداد، تربیت میکرد، چگونه من در یک منطقه زاده شدم که خب دیگر ناموس ننگ اینها در جای اول نیستن، من چگونه پدر خودم برام میگه که نزد همین نفرهایی که جنایتکار هستن آمدن در نیمه شب خونه من در اومدن، من چگونه نزد اینها بزانو بزنم که با برای فرد مسلمان میدونیم که بزانو زدن فقط نزد خداوند است. پسرش میگه که حرفی زیاد نزن، بزانو باش نزد اونها. خب بزانو میزند، اونها به حالش میخندن، باز تحقیرش میکنن و میگن که همین است ناموسی شما، میگن میروند. بعد این پسر خیلی گریان میشود، از پدرش و پدرش خب دیگر ناله میکنه که تو این قدر وقت برای من چنین جوانمردی میآموختی، سبب چی بود که مرا گفتی بزانو بزن؟ او گفت که جوانمرد باید بدونه که در کدام وقت چی کار بکند. اگر عین حال خودت بزانو نمیزدی اینها تو را به قتل میرسوندن و جسدی تو را در نزدش یکم یراق اصلی همه موندن و میگفتن که این یک تروریست بود. دیگر هیچ کس نه پروایی تو داشت نه پروایی ما. من رای حلی را برای تو پیدا میکنم که در دیگران درس بشود که چی باید کرد. پسرش وارد همون خونه که هستن، یک صندوق داره، صندوق هم میکشه، از اونجا یک مبلغ براش میته، میگه برای بهترین یراق پیدا کن،
بخر میگه، برای همین نفرهایی که ترا به زانو شنوندن جزاشون بدی. این پسر همون کار انجام میده، میره و بهترین رقم میگیره و داخل همون شعبه میشود که همین نفرهایی که به زانو شنوندنش کارش انجام میده و خودشان به شهادت میرسه و این خبر در همه جا پهن میشود که برای به زانو شنوندن یک جوان مرد همین گونه اقدام کرد. وقتی که شما را در میدان است، در مترو است، در هر جای است که همین گونه تحقیرآمیز شما را خب به زانو نمیدونم به هر پازی که میخواهند میگذارند تحقیر میکنن، شما باید که در راه جواب دادنش باشید. طبیعی است یک چند نفرها قربان میشوند، یک چند نفرها این همچون امتحان میاد در رو بروش. این امتحان است. اگر چندین نفرها وقتی که جواب دادن، زیاد نه 10 نفر اگر این امتحان گذشت، در اینجا مردم ما سربلند میشوند. زیاد نه 10 نفر مردم ما سربلند میشوند. دیگر وقتی که یک تاجیکستانی را میخواهند که بزانو بشنونن، وقتی که یک تاجیکستانی را میخواهند که در نزد کدام دوربین مونده مسخره کنن، یا که برده همچون غلام در کدام پدوه، جنگل، باغ نمیدونم کار بفرمونن، پیش از اونی که کدام زن، خواهر، مادر تاجیکستانی را میخواهند که به ناموسش دست بزنن، اونها میلیون بار فکر میکنن، چون میدونن که این مردم حتما جواب میده، حتما یک کار میکند که جامعه را تکان میده. اگر وقتی که ما این کارها را انجام داده، مطمئن باشید که مردم ما نه تنها در داخل تاجیکستان، در هجرت، در افریقا، نمیدانم در امریکا، در هر جایی که باشه سربلند خواهیم بود. و یکی از وظیفه های اساسی ما، شخصا من در میدان سیاسی به همین خاطر آمده ای هستم، به همین خاطر آمده هستم. نفرها گوناگون است. یک نفر برای دین آمده است، یک نفر برای مذهبش آمده است، یک نفر برای پارچه زمین آمده است، یک نفر نمیدونم برای مالکیتش آمده است. همه حق دارن. من سبب اساسی آمدنم در میدان سیاسی همین است که مردم ما ناموس داشته باشه، سربلند باشه. وقتی که در میدان سیاسی آمده بودیم، ما این کار نمیکنیم که اون وقت دین ما را نه اونقدر دخالت میکردن. دین آزاد بود در وطن ما، خیلی آزاد بود به فرق از امروز. خب دیگر گوناگون است. شخصا من به خاطر ناموس مردم آمدم. میخوام که مردم تاجیکستان مردمی بناموس باشن. پیش از اونی که هر کسی میخواهد که اونها را تحقیر کند یا که یک عملی ناسزایی بکند، اتوماتیک 100 بار فکر کند که من چیکار کنم. در یک فرصت کوتاه میشد که بعضا حالت در روبرو شدن یک انسان یک 100 تا فکر در سر تاب میخورد. یعنی همون گونه باشن. نه اینکه تاجیکستان میگن سینونیمش گاستاربایتر، غلام، بیناموس و غیره باشه. نه. اما این کارها را در کدام حالت میتوان که در سطح بالا، در سطح عالی انجام داد؟ در حالتی که در حکومت نفر میشیند یا نفرهای میشینند. نفرهای میشینند که کرسی خود بالاتر از مردم ملت نمیدونن. اون وقت چون این کشورها میدونن که نفر مارینت که هست، برای هیچ کسی صدا بلند نمیکند. ما چی قدرش میخوایم تجاوز میکنیم، قتل میکنیم، در بازی سیاسی خود استفاده میبریم، اون مارینت که حرف نمیزند. و چون این کشورها نمیخواهند که سر قدرت نفرهای بناموس بیاید، اینها میخواهند که فقط مارینت که باشد. چگونه که امروز در اوکراین میخواهند که مارینت که دیگر بگذارند. اوکراینه که هیچ وقت دیکتاتور نداشت، هیچ وقت در همین طول استقلالیتش یگان دیکتاتور نداشت. هر کدام اشتراکش تمام میشید، خوش آمدید نفر دیگر می آوردن. روسیه یک مارینت که خود گذاشته بود، مردم اوکراین سرنگونش کردن. پس ما و شما چیکار کنیم؟ آیا ما و شما با حکومت امروزه میتونیم که ناموس در دست بگیریم بیاریم؟ نه. یک تعداد نفرها میتونن، یک تعداد، اما همه نمیتونن. برای که مردم کلا سربلند باشد، تاجیکستان، مردم تاجیکستان نیاز به یک حکومت دارد که
نفرهایی که ناموس برای اونها را در جای اول نیستند. ناموسی مردم، ناموسی ملی، این چیز است. و ایرا ما و شما در یک جایگی میتونیم بریم، وگرنه احتمال دارد که فردا باز ما از یک کشور دیگر قطع بکنیم، در جایی که دستگیری را نمیبینیم، در جایی که مردم در پهلوی خود نمیبینیم، مجبور هستیم که باز یک جای دیگر را قطع کنیم. چون این است. من امیدوار هستم که شما در پهلوی ما خواهید بود. امیدوار هستم و ما و شما در یک جایگی انشالله که میرسیم. انشالله، من در این شک ندارم. ما و شما در یک جایگی خواهیم رسید.